اعداد طلایی BNB برای خرید و فروش کجا میتونه باشه؟ ببینید بچه‌ها، شما نباید هیچ وقت برید در اوج یک ارزی روی به اصطلاح خرید کنید، چون این باعث میشه که شما بعداً میزان سودتون خیلی کمتر بشه یا خیلی صبر کنید تا اون ارز بیاد و به سود شما رو برسونه. ببینید ما همین BNB رو، کاری که ما برای بچه‌ها کانال VIP کریپتو رایگان کردیم این بود که آقا اومدیم تو این دور آخرها، دورای قبل که ما 626 هم خرید می‌کردیم، بالاتر مثلا 677 میفروختیم، تو دوره الان ما اومدیم 577 BNB رو خرید کردیم، 626 مقاومت گن رو که رد کرد ما حد ضرر رو آوردیم بالاتر، مثلا تا 608 610، بعضی حالا اونایی که فیوچرز کار بودن تا زیر 626 حد ضرر رو بالا آوردن و از سود خودشون محافظت کردن. الان که اومده حد ضررشون خورده، خب ما صبر میکنیم بیاد حمایت گن $577 در اوج منفی ها میایم پله اولمون رو، اگر حالا مثلا خط روند و شکست به سمت بالا، تاییدیه کندیلی داد و اینها و مجموع تاییدیه ها رو گرفتیم، اون وقت با ناز و ادا یه پله از دو پله اثبات خودمون رو یا فیوچرز اهرم 2 رو وارد میشیم. پله دوم خرید خودمون رو هم میذاریم $530. مثلا حالا ترام اگه اومد یه سری تعرفه ها و اینا رو گذاشت، 530 رو هم ممکنه بدن. ضمن این که همین چند روز پیش بود تا نزدیکی تقریبا $500 هم BNB رو دادن تو اوج منفی بازار. پس همیشه پول برای منفی های بازار کنار بذارید و از اوج بخری پرهیز کنید. حالا اگه میخواید تو کانال VIP کریپتو به صورت رایگان بیاد، کلمه VIP رو برای من ارسال کن که وارد کانال به صورت رایگان بشی.